منبع اوگوی پایگاه خبری بامداد خبر داد که مقامات امنیتی روسیه شهروندی ایشان اعظم یک شخصیت معروف در جمعیت تاجیکان نوسیبیرسک را بیکار کرده او را روز 18 دکامبر از روسیه دپورتاسیون کردند و ایشان اعظم را برابر به تاجیکستان رسیدنش مقامات حفظ حقوق پیش باز گرفتند. ایشان اعظم را روز 18 دکامبر ساعت 13:03 از فرودگاه نوسیبیرسک با پرواز نوسیبیرسک بختر دپورتاسیون کردند. ایشان اعظم را افسران فسب که نقاب در سر داشتند به هواپیمای راهی تاجیکستان بار کردند تا درون هواپیما او را زولانه در دستانش بردند. همراه ایشان اعظم یک زنش همراه فرزندانش نیز به تاجیکستان برگشت. خبر داد منبع بامداد از نوسیبیرسک نفرانی که روز 18 دکامبر با پرواز نوسیبیرسک بختر به وطن برگشتند خبر دادند که ایشان اعظم را در فرودگاه بختر کارمندان مقامات حفظ حقوق پیش باز گرفتند و با خود بردند. معلوم نیست که او را به حبس گرفتند و یا تنها برای بازپرسی بردند. این مرد تاجیک هم روحانی و هم کورچلان که زاده ایسار است در نوسیبیرسک اساساً به فرستادن آدمان به سفر حج مشغول بود، ولی 2 سال آخر به دلیل پاندمی کرونا ویروس سفر زایران به مکه و مدینه عملاً قطع شده بود. با گفته منبع بامداد تقریباً 1 ماه پیش ایشان اعظم را کارمندان فسب دستگیر کردند. معلوم نیست که او به کدام قانون شکنی در خود روسیه عیبدار میشد و یا با درخواست مقامات تاجیکستان بازداشت شد، ولی در هر صورت پروندهش تا به دادگاه نکشید بلکه شهروندیش را بیکار و خودش را به تاجیکستان اخراج کردند. مهاجران تاجیک مقیم نوسیبیرسک میگویند در این اواخر موردهای بیکار کردن شهروندی زادگان تاجیکستان و به کشور زادگاهشان فرستادن آنها خیلی افزوده است. تنها از میدانستگی‌های من در نوسیبیرسک 3 نفر را به تاجیکستان روان کردند. در عموم سخن درباره 10 نفر می رود که شناسنامه‌های روسیه‌شان را کشیده گرفتند و خودشان را به تاجیکستان استرداد کردند، گفت یک همصحبت بامداد.